مادران عزیز مهربان، بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید، با عفت باشید، پدر و مادراتان خسر و کشتاماناتان عزت و احترام کنید، فرزنداتان تربیت خوب نمایید. همین می شود حج، همین می شود کار ثواب. مدنیت لباس پوشیدن فراموش نکنید. ما تاجیکان ما می دیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چاره‌بینی آن کس می رفت. همسایه ما می دیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی می رفتند، چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه می پوشیدند، لباس‌های نو می پوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت میاد میباشد در پاش لنسی در سطر کدگی پا تا زانو را بباشد یلقاس کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا اینکه دنیوی است؟ چی است؟ های یک طرف خپه میخوای شی خونتا خیلی تربیه کو فرزنداته یکی شهر آمدی، شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی است هم دیگر است میبیردن هم یک لباسی و خلاصه میبرار که این ملت تاجیکش هم میبدست نخواد همین خیلی پایتخت با لباسی میبخشه داخل کوچکی مرد زن فرقش نیست. پایتخت است، جای مقدسی خود را دارد، پرچم دارد، نشان دارد، موزه دارد، دیگر جاهای تقریبی که دارد که زیارت کردن میکنه که یا که از اون دیدن کردن در کار. در این جاده کار باید کنیم، شکرانه کنید، شکرانه این وطن آزاد کنید. آزاد میخوایی حج میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخوایی مسجد میروی، نماز میخوانی، روزه میگیری، خب چی میفورته؟ میخوایی خان، میخوایی مدرسه مرمت،